سلام بیننده‌های عزیز و علاقه‌مندان خوب برنامه آشپزی. امیدوار هستم جور صحتمند باشین و همین اکنون روز دوم عید از دوستای عزیز. امیدوار هستم که روز دوم عید هم تا به عیدم به خوبی و خوشی سپاری کرده باشین و بازم دوستای عزیز قسمی که وعده کرده بودیم میهمان بسیار خوب ما هستند مراد و دوستای عزیز ما مراجعان در 3 روز عید دعوت کردیم و غذای بسیار خوب خوشمزه را بر ما آماده میکنن به خاطر که پس دوباره بعد از عید بخیر رفتنی هستن به کشور خود و میخواین که اونجا یک مدت باشه. به خاطر دوستای عزیز ما هم دوستا خواستیم که 3 روز عید با غذای خوب خوشمزه خود برنامه ما را خوبتر و رنگین‌تر بسازن. خب دوستای عزیز در این برنامه میخواین که برای شما 2 نوع غذا آماده بکنن که غذای اولشان آردل بیفتیک است. از گوشت پشت مغز آماده میشه. غذای را ببخشید برنامه‌ای را ما اختصاص دادیم دوستان عزیز که شما بتونین که در روزهای عید از همین گوشتی که قربانی در اختیار داره آماده بکنین دوستان عزیز. خب مواد لازمه از دوستا از گوشت پشت مغز و همچنان پنیر موزارلا و ساس ماستر ساس دوستان عزیز، آرد، نمک و مرچ سیاه. مواد بسیار کم، غذای بسیار خوشمزه. بازم مراجعه خوش آمدید میگیم. خوش آمدید به برنامه. Merhaba. Merhaba. Bugün hardal soslu biftek yapacağız. Sen de anlattığın gibi. Kullanacağımız malzemeler yine dana bonfile kullanacağız. Kaşar peyniri, un, hardal kullanacağız. Karabiber, tuz, şık, hoş bir tat yine kapladığımız yani yapacağımız kaplama un, kaşar ve hardalla bonfileyi kaplayacağız. Ve bu etin çok çabuk pişmesini ve de sert olmamasını, çabuk yumuşamasını sağlayacak harika bir lezzet. Evinizde deneyin çünkü ürünler basit aslında. Başlıyorum ben. بله دوستان عزیز قسمی که در ابتدا ما براتون مواد رو معرفی کردم و مراجعانم به ترکی براتون موادهای غذای امروز خودم معرفی کردن و قسمی که گفتیم دوستا از بسیار مواد بسیار کم آماده میکنیم. خب در ابتدا کرایی یا تخم پزی را بالای گاز مانده حرارت روشن میکنیم. در حدود 3 الی 4 قاشق غذاخوری دوستان عزیز ما روغن اضافه میکنیم و گوشت را ببینیم که بسیار نازک دوستان عزیز برش میکنن. Goş et demek. بله گوشت را میگه برش میکنیم. خب گوشت بسیار نازک برش کردیم. نیاز نیست فکر میکنم بر چکش زدن دوستا. با پشت کارد با فشار دادن دست گوشت بسیار نازک از دوستا و زود هموار میشه. به مو خاطر یعنی هموار میشه توسط پشت کارد دوستای عزیز میتونین که فشار بتیم و گوشت یک کمک نازک شود. خب بله یک ظرف گرفته و در حدود دوستای عزیز 5-6 قاشق غذاخوری میایه هارد اضافه میکنیم و پنیر هم دوستای عزیز بسیار کم تقریبا 20 گرم میایه رنده شده و ایره هم بالای آرد اضافه میکنیم. از ماستر ساس بسیار خوب پیدا میشه در بازار دوستای عزیز. شما میتونین که استفاده بکنین و ما همیشه در غذاهای خود استفاده کردیم دوستا. تعریف کردیم که از چی آماده میشه. از هوری است که آماده میشه. هوری که ما شما در دوستا در ترشی باب زیادتر استفاده میکنیم. وی به شکل ساس آماده شده و میتونیم که داخل غذاهای خود هم استفاده بکنیم. خب تقریبا دوستای عزیز که بگوییم که 5 الی 6 قاشق غذاخوری ماستر ساس اضافه کردن. بله قاشق گرفتن و بیچاره مرا زحمت نمیده. خود دوستای عزیز میبینین که خودش هر ظرف و وسایل را که کار داره خودش میگیره و مرا اصلا هیچ نمیگه. خب توسط قاشقی را خوب میکس میکنیم و دوستا ماسترد با آرد و پنیر یکجا کرده و گوشت هم اضافه میکنیم داخلش به این شکل دوستا و میخواییم که خب با می موادی که آماده کردیم گوشت خوب میکس بکنن. Etlerimi bununla bir güzel marine ediyorum. بله خوب میکسش میکنیم تا که مواد به خود میگه بگیره. Biraz kara mırç. یک کم مرچ سیاه. Teşekkür. تشکر از خودت مراد جان. با این غذاهای خوشمزه که امروز واقعا برنامه ما را خوب رنگین ساختین
ببین دوستای عزیز، eti bu şekilde. بله. پس دوباره با آرد میزنیمش، به خاطر که اگر دارت نزنین دوستا باز روی روغن که سرخش میکنیم، امو ساس را که انداختیم یا پنیر را که انداختیم، یعنی هدف ما از ماستر ساس است، کاملا روی روغن میسوزه دوستا. فقط آرد است که مانع سوختاندنش میشه. خب در این مدتی که دوستای عزیز مراد ما مراجعان دعوت کردیم، دوست بسیار خوبم شده دوستا و امیدوار هستم که زمانی که پس دوباره بخیر میرن خاطرات خوب خوش را با خود ببرن Hoş. Aa, انشالله. Bana ev teklif ediyorlar. Burada yaşamamı istiyorlar. Arkadaşlar. Ben de sık sık gelebileceğimi söyledim. بله اینو هم تعریف توصیف میکنه دوستا، میگن که افغانستان جایی است که واقعا Türkiye biraz daha yani. Türkiye alışınca بله. خب دوستان عزیز غذا را تکمیل کردن و یعنی آماده ازی است که سرخ بکننش دیگه روی. بله تخم پزی هم گرم بود دوستا و کبابایی را که آماده کردن روی روغن قرار میتن. روغن به اندازه اضافه میکنیم دوستا که فقط امو کباب سرخ شود. زیاد سرخ نکنین، زیاد روغن اضافه نکنین که مکمل سر غذا یعنی کبابتون داخل روغن مکمل باشه. فقط به اندازه بسیار کم تا بتونه کبابتون خوب سرخ شود دوستا و چرب هم نبه، روغنی هم نبه. o çok çabuk pişecek. Yani hızlı pişiyor. Kaplamasından dolayı. خب دوست عزیز فقط در حرارت بسیار کم میمونیم که کبابا زیاد سرخ نشه، یعنی نسوزه. ببینید زمانی که یک رویش رنگ گلابی یا رنگ دوست عزیز عسلی را به خود گرفت، میتونین که روی دیگیش هم دور بتین. و قسمی که گفتیم از گوشت پشت مغز است، در حرارت بسیار کم و مدت بسیار کم آماده میشه، یعنی پخته میشه. Sonra tabağını hazırlayalım. Plate. خب یک بشقاب برش انتخاب میکنیم تا که غذای ما آماده میشه. خب فکر میکنم که غذا کدام ساس نیست دوست عزیز که بر شما آماده بکنه، فقط به مثل شکل دوست عزیز یعنی خشک استفاده میشه و بدون ساس است. غذا بسیار خوشمزه است دوستا. اگر شما هم به این شکل استفاده کنین من مطمئن هستم خوشتان میاد، چرا که ما از پنیر ماسترد استفاده کردیم و ماسترد هم خودش به ترکیب خود دوست عزیز نمک داره، یعنی سرکه داره، نمک داره دوستا. شما نیاز نیست که برای بس دیگه از نمک استفاده بکنین، یعنی میتونین به قدر کم دوست عزیز استفاده بکنین، اما زیاد نه. کوشش کنین که غذایتان از پیشتان شور نشه، چرا که ماسترد هم در ترکیب خود دوستا نمک و سرکه داره. Ya insanlar burada aslında çok dost canlısı, yani beklediğimin çok daha şeyinde oldum. Çok da dost canlısı insanlar. Ve sokakta esnafla da herkese çok kolay anlaşabiliyorsunuz ya. Bir de Müslüman olduğunuz anlaşılırsa artık ya Müslüman olmayanlara harici deniyor burada. Harici olmaktan çıkıyorsunuz, yakın davranıyorlar, içlerine kolay kabul ediyorlar, yardımcı olmak istiyorlar. Yani burada o yüzden Müslümansanız Kabe'de işiniz çok zor değil aslında. خب
دوستای عزیز، با معذرت دیگه که ما قدر زیاد ترکی نمیفهمم، اما تا جایی که ما فهمیدم یعنی گفتن که میتونین شما انواع غذاهای بسیار خوب و خوشمزه را از این نوع گوشت رو میتونین آماده بکنین و در مدت بسیار کم غذای بسیار خوب و خوشمزه میتونین که آماده کنین. Okey. Şimdi direkt sunum şeyine geçeceğiz. Bu kadar akıyordur umarım. بله. سس انار دوستای عزیز، شما طبعا دیدین و بلد هم هستین دوستا، به خاطر تزیینش و ببینین که چه خوب یک رنگ را برای بشقاب داد دوستای عزیز، شما میتونین که از سس انار استفاده کنین و ساسی است که در غذا استفاده میشه و شما میتونین غذایتان باش نوش جان هم بکنین. بله. کبابایی را که سرخ شده دوستا ما یک روی بشقاب میکشیم و بله ببینین دوستان عزیز، خب یک رنگ بسیار خوب را به خود گرفته و امیدوارم خوشتان بیاید و شما هم بتونین در روزهای عید این غذاهایی که در مدت بسیار کم آماده میشه، غذای بسیار خوشمزه را آماده بکنین و از خوردنش لذت ببرین. فکر میکنم که غذام تمام شده. Tamamdır şefim. تمام شده و مراجعانم گفت که تمام شده. خب دوستای عزیز، جای نرین، یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه هم با ما باشین، غذای بعدی را مراجعان برای ما شما آماده میکنیم. زود برمیگردیم.